سرباز واحدی. همشون اومدن؟ بله. بگو تک تک بیان تو. سلام علیکم. سلام. بفرم. خسته نباش. زنده باش. خب در خدمت شما. خودتون رو معرفی کنید. مختاریم. شغلتون چیه؟ یه لحظه من قرمز یه جور مدیر مدرسه هم. یعنی میدونی برای چی اینجایی؟ نه بگیر شما. یعنی شما نمیدونید توی مدرسه‌تون چه اتفاقی افتاده؟ چرا؟ من که همه بچه ها رو رصد میکنم کاملا، یکی یکی میان سر کلاس میشینن، بعد مواظبشونن و کلا هستم. من هستم. مانی سرمدی میشناسی؟ سرمد. آره آقا سرمدی رو آره داشت خوبی بود. جز خوب پسرش بود. همه رو چک میکنم. میدونی که ناظمتون گرفته زدتش؟ ناظم مدرسه ما؟ بله. آره کوچولویی نباید میزن. ولی خب دیگه خب سیستمه دیگه، میدونی. خب آخه بس مدرسه است. خب با چیکار کنیم ما؟ شما مثلا باید کنترل کنیم دیگه. تعلیم باش. شما چرا مدرسه شما دوربین نداره؟ دوری که اصلا خوب نیست. خوبه دوربین مدرسه با دوربین داشته باشه مگه؟ بخشنامه‌ای نداره. اصلا بخشنامه نداره. بقیه مدرسه ها که دارن. یه لحظه من خب مدرسه دیگه که دارن به ما ارتباطی نداره. من چه میدونم دارن، ما نداریم. یه بخشنامه‌ای نداریم برای دوربین. برای حجاب چی؟ بخشنامه داریم؟ حجاب که خب باید رعایت بشه دیگه. مدرسه باید رعایت میشه؟ بله مدرسه با حجاب کاملا. مطمئنی؟ من چیز رو مطمئن نباشم نمیگم. چقدر ناظمتون رو میشناسی؟ ناظم نه اینو نکن. پدرش چیکار؟ ناظم خوبیه. پدرش هم میشناسم. پدرش میشناختم. یعنی میشناختم. یعنی کسی که زنگ زد گفت به من که اصلا او به من گفت بیارش. به من چه؟ اینجا نور نمیشه سبزش کنی. جوری اصلا. ولی خب هر شما میدونید که ناظمتون تو مدرسه قبلی شکایتی داشته، بچه مردم رو زده، بعد شما اینو برداشتین آوردین تو مدرسه خودتون، حقوق بیشتر هم بهش دادین. اجازه میتونم برم پاش باز؟ خیلی اینجوری. ببینید ما وقتی ابلاغی میاد تو مدرسه مجبوریم دیگه. حالا هر کی میخواد باشه یه ابلاغی میدم به ما، میگم فلان معلم برای 24 ساعت ابلاغ زدن، فلان درس رو بهش بده، یا فلان یا ناظمه یا نمیدونم مدیره یا فلانه. بس. بعد اون زنگی که بس آقا بسه. فقط یه سوال ازت دارم. بفهم. شما عذاب وجدان نگرفتی بابت مانی سرمدی؟ عذاب وجدان که خب ابلاغ آورده بود. نه چرا بس آقا بس. عذاب وجدان سرباز واحدی. جایی من میخوام ایشون مرخصن. بعدیو بگید بیاد داخل. سلام پدر جان. سلام علیکم. سلام. خوش آمدید. بفرمایید بشین. بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید. بنده علی اصغر رضایی هستم. سرایداری مدرسه. بچه‌ها صداتون میکنن عمو علی اصغر، درسته؟ عمو علی اصغر میگن. بله. دیگه عادت کردم دیگه، همه عمو علی اصغر میگن. چند سال سابقه کار داری؟ والا دیگه نزدیکه که بازنشست بشم دیگه، آخراشه. مانی سرمدی میشناسی؟ بله دانش آموز اینجا بود. بله میشناختمش. خبر دارید که چی شده؟ بله خبر دارم. یه چیزایی ما دیده بودیم ولی خب من نمیتونستم چیزی بگم به مدیرا و دستبالاها.
از این راه داریم امرار معاش میکنیم. اگر میگفتم برای من بد میشد، امکان داشت منو اخراج کنن. کیا اخراج کنن؟ مدیریت دیگه، مدیر و معلم و ناظم و آره همشون یه چیزایی من ازشون دیده بودم، از همشون یه چیزایی دیده بودم. شما اونجا بودی که بچه رو انقدر زدن که شلوارشو خیس کرد؟ آره من اونجا بودم، ولی خب متاسفانه بی تفاوت. به خاطر امرار معاش اینا نتونستم جای عنوان کنم بگم. خیلی مرخص. سرباز واحدی. سلطان گودرزی. سلام. خوبین؟ شما بهترین. چی بگم؟ خودتون معرفی کنیم. من معلم مانیم. چقدر چادر بهتون میاد؟ راستش میشه گفت دومین باره که سر کردم. اجباری وجود نداره برای معلم‌ها که حجابشون سر کلاس رعایت کنن؟ چرا؟ خب اگه رعایت نکنیم طبیعتا تبعاتی برامون داره که ما مأموریم و معذور رعایت میکنیم. شما اینستاگرام دارید درسته؟ بله همه دارم. جرمه؟ نه جرم نیست. یه سری کامنتاتون رو چک کردم. بله. ناظمتون براتون بوس و بغل و قلب و اینا میفرسته. اینا یه سری ایموجیه تو فضای مجازی، هر کسی ممکنه برای یکی دیگه بفرسته. خیلی چیز عادیه فکر میکنم. چیز عادی. بله. خب در خدمت. از مانی سرمدی بگید. مانی شاگرد خیلی خوبی بود. فوت شد بچه، نمیدونم چرا، ولی مثل هر بچه دیگه شیطونیش رو میکرد سر کلاس، درسش هم میخوند. بیشتر نظرم اینه که راجع به نامه صحبت کنید. نامه؟ کدوم نامه؟ همون نامه‌ای که به خاطرش به پدرش زنگ زدی. من به پدرش زنگ زدم؟ آقای ناظم زنگ زدم. شما نامه رو دادید به آقای ناظم. نه بابا، واقعا من اصلا از همچین چیزی بیخبرم. من تو حالت همکاری و شوخی به ایشون نشون دادم که نگاه کن، مثل زمانهای قدیم که ما مثلا من یه معلم خانومم داشتم، ما واسه معلممون نامه‌های عاشقانه می‌نوشتیم، بچه‌م برای من همچین چیزی نوشته، وگرنه نمیدونستم. شما خبر نداشتین که اینقدر بچه رو زده که خودشو خیس کرده؟ چی؟ نه، من از کجا به خبر داشته باشم؟ و آقای ناظم مثلا همچین آدمی نیست بچه رو بزنه. ببخشید این وصله به ما نمیچسبه، خواهش میکنم افترا نزنید. فکر نمی کنید چرا بچه برای شما یه همچین نامه‌ای نوشته؟ بچه سن بلوغه، ممکن از هر آدمی خوشش بیاد آقا. یه چیز خیلی اتفاق خیلی طبیعی. یعنی لباس پوشیدن و آرایش کردن شما هیچ تأثیری روش نداشته؟ آقا من که با بیکینی نیومدم سر کلاس، که لباس عادیمو پوشیدم، فوقش یه رژ خیلی کم رنگ زدم اومدم سر کلاس. بعدم چه ربطی به من داره؟ بچه تو سن بلوغه، ممکنه هر کی یا هر چی ببینه خوشش بیاد. خیلی خوب، بس کن. سلطان گودرزی. خانم مرخص. سرباز واحدی. ناظمو بیار. سلام به شما یاد ندادم؟ به شما یاد دادم؟ من به شما گفتم حق داری بشینی؟ چیکار کنم نشد؟ بلند شو! خب بلند شو آقا! بلند شو! آخه اینجوری یه جوری احساس میکنم اون وقت من باید از شما بازجویی کنم. اینجا فقط من سوال میپرسم. تو مثل بچه آدم حرف میزنی. چی بگم؟ خودتو معرفی کن. شما من نمیشناسی من آوردی اینجا؟ برای ثبت در سیستم میگم. محمد علی محبوبی هستم. شما چیه؟
ناظم مدرسه. چجوری لازم شدی؟ شما نمیدونی اینا رو؟ چرا میدونم. دوست دارم از زبان خودت بشنوم. حال کردن ما رو آوردن ناظم کردن. یعنی پدرت هیچ تأثیری نداشته؟ داشته یا نداشته شما رو سنه خوب زبونت درازه. بازار کلوف کردی برای بچه ها؟ آره؟ برای بچه ها زورت به بچه رسیده؟ ورزش لازمه زندگی. چی شد؟ نامه رو دیدی غیرتی شدی؟ یا میخواستی بقیه بچه ها از این غلطا نکنن؟ یا میخواستی خودشیرینی کنی؟ آره؟ پا نمیده؟ من مجبور نیستم به شما جواب پس بدم. جدی میگی؟ آره. یه کاری میکنم مجبور بشی جواب بدی. چجوری مثلا؟ بلدم کارمو. انجامش بده. خیلی خوب. مثلا من بدون وکیلم صحبت نمی کنم. وکیلت هم میاد. گفتم بهت اجازه داری آب بخوری؟ آب گذاشتم برای خوردن دیگه. من نخریدیم ما بخوریم. بفهم. موشه جان. پرینت تماساتو گرفتم. خب 100 تا تماس تو یه روز با 5 تا از خانم‌های متأهل مادرای بچه‌ها داشتی. یه چیز طبیعیه بین ناظم و مدیر مادرای بچه‌ها. یکی بچه‌ها نصف مشکل شب. دارن، ما باید صحبت کنیم باشون. یکی نصف شب تو تخت خواب. شما آه؟ کجا میدونی من تو تخت خوابم یک نصف شب؟ کجایی؟ من ساعت 3 میخوابم. خیلی خوبه. تموم شد؟ اگه عوضی بودن جرم بود همین الان بازداشت میتونی بری گمشی. تو از کجا میدونی سرباز! تا بعد از ظهر هستی اینجا یا نه؟ میتونه بره. صدفان گودرزی. سلام. سلام. خودتون معرفی کنید. مریم فروغی هستم. فقط اگه محبت بفرمایید ساعت 12 زنگ میخوره باید برم مدرسه. شغلتون چیه؟ من خونه دارم. بچه رو میبردم مدرسه، گفتم ماشین خالی میره برمیگرده 4 تا همکلاسی های بچه هم سوار کنم دیگه. بهم پول میدادن سرویس. چه ظاهر خوبی دارین. همیشه همینجوری بچه ها رو میرسونین؟ بله آقا. تتوی دستتون زده بیرون. همیشه دستکش دستمه. به نظر تو بدآموزی نداره این جریان برای بچه ها؟ تتو و دیگه میبینن همه پرسینگ و دیگه همه این بچه ها این چیزا رو میبینن دیگه، واسهشون عادی باید باشه دیگه. آخرین باری که مانی سرمدی رو دیدین کجا بود؟ والا خبر نداشتم. بچه سوارش کردم 12 بچه ها اومدن سوار ماشین شدن. بچه هم 12 تا یک برسونمش خونه. رسونی خونهشون به مادرش زنگ زدین. چرا زنگ زدین؟ نگاه کردم دیدم عقب ماشین رو خیس کرده دیگه، نجسکاری اینا بود دیگه. من 1 قرون دوزاری که میدم دیگه خرج بچه و خودتون عیالوارین آقا، خرج بچه و کیف مدادای مدرسهش میشه. زنگ زدین هرچی از درتون در اومد گفتین؟ نه والا من داد و بیداد کردین. سر خود بچه داد زدین. چی بگم آخه بچه خودشو خبر نداشتم که. گفتم شاید مامانش پول کارواششو بده ماشین رو ببرم کارواش. اینجوری بو گرفت. خبر نداشتم که بچه، خبر نداشتم که کف دستمو که بو نکرده بودم آقا. من از کجا میدونستم؟ میتونین برید. ببخشید. صدفان گودرزی. بگید مادرش بیاد. سلام.
بفرمایید دستمال کاغذ. سرم پاره تنم آقا چرا من باید روی صندلی نشسته باشم؟ ببخشید بفرمایید. برای ثبت در سیستم میخوام خودتون رو معرفی کنید. من الهام رحیمی، مادر مانی سرمچی. راننده سرویس بهتون زنگ زد. بله چی گفت دقیقا؟ گفت مانی خودش رو خیز کرده. گفتم سابقه نداشت. مانی هیچ وقت خودش رو خیز نمی کرد. چه بلایی سر بچم اومده. مانی اومد خونه باهاش چیکار کردی؟ هیچ. گفتم چیکار کردی؟ چرا آبروی منو بردی؟ نزدینش؟ داشتم دست رو بچه بلند کنم. فرستادینش چی شد؟ چیکار کردی؟ گفتم لباسش رو عوض کردم. گفتم برو یه دوش بگی. بعد خودم رفتم لباسش برش شستم، شلوارش رو شستم که تا فرداش که میخواد بره مدرسه شلوار خوش بشه لباس آماده داشته باشه بچه. یعنی اون موقعی که اون اتفاق افتاد شما داخل حموم بودین؟ چجوری متوجه شدین؟ دخترم اومد گفت مامان بدبخت شدیم مامان بیچاره شد. خیلی خوب میتونیم بریم. صدفان گودرزی اگه میشه خواهرش رو بگید بیاد داخل. سلام دخترم. سلام. بش حالت خوبه؟ بله. میشه خواهش کنم خودتو معرفی کنی؟ تسلیم سمندی خواهر مانی. چی شد؟ تو اتاق بودم داشتم با مانی صحبت میکردم. مانی حالش خوب نبود. هی میگفت من خودمو میکشم. گفتم مانی بچه شدی؟ چرا مسخره بازی در میاری؟ فکر کردم شوخی میکنه. میگفت خسته شدم از دست بابا که اینقدر منو میزنه. از بابا میترسم. میگفت آبجی خیلی از بابا میترسم. حرفاشو باور نمیکردم. فکر میکردم داره شوخی میکنه. با موهای خیس فرفری نشسته بود لب پنجره. نگفت مدرسه چی شده؟ نه، فقط میگفت بابا نفهمه. میگفتم خب چی شده؟ فکر میکردم مسخره بازی داره در میاره. من احمق خودشو پرت کرد. خیلی نزدیک بودید به هم؟ خیلی. یادم میاد کلاس 5 ابتدایی بودم و میرفتم بیمارستان. مانی داشت به دنیا میومد. با دردسر رفتم. اولین باری که دیدمش توپ بود. انگوش کوچولو ما اینجوری میگرفت.
شبا از ترس بابا بغلش میکردم، بهش دلداری میدادم، براش قصه میخوندم، جلایی میخوندم، تو مشقاش کمکش میکردم. جونم هم لالایی براش میخوندم. گفت هر شب اینو بخون. بزرگ بشی و آقا بشی، نه دلاشی و نه تا بشی، جا کنی و جا بشی. نه بزرگ شد نه آقا شد. لطفاً گودرزی کمکشون کنید به من. مانی سرباز واحدی بیارش. بگی بشین. بگی بشین. بیا بگی بشین. من میشناسی؟ ها؟ اون موقع که بعد دنبال مانی میگشتی نگشتی، الان دنبالش میگردی. مانی کو؟ مانی بابا؟ مانی؟ مانی؟ مانی بابا؟ بابایی؟ ما رو گذاشتی سر کار؟ ها؟ مامشون میکنم مانی مامشون میکنم میشه. چه پدر خوبی. میدونی اون نفر بچه‌ای که سر خاک پسرت زیاد گریه میکرد کی بود؟ مانی نمار. اون پسر من بود. تو یه کاری کردی که من پیش پسر خودم شرمندم. پسر من شمارمو داده بود به مانی. مانی قبل از اینکه خودشو بکشه به من زنگ زد. گفت عمو بابا منو میکشه. گفتم نه عمو، هیچ بابایی پسرشو نمیکشه. ببین تو باهاش چی کار کردی که خودشو کشت؟ چیکار کنم برگرد؟ چیکار کنم برگرده بزنیش؟ آره دیگه طاقت نداشته. من 40 سالته. آره تمام دست دادم. دست روی آدم 10 ساله بزرگ بلند کردی. تو سر من داد میزنی. بعد بچه‌م از دست دادم. بابا بد میشه. بابا چوب میزنه. بابا که نمیخواد پاره تلشو. ببین این فیلم ها رو ببر یه جا دیگه بازی کن. من که میدونم تو چته. تو نه عذاب وجدان داری نه عزاداری. باشه خوشحال شما میکنم.
میدونی مشکل چیه؟ آره میدونی مشکل چیه؟ تو فقط ناراحتی، همه فکر میکنه تو قاتلی، همه تو رو مقصر میدونن، فقط مشکل همینه. سرباز واحدی برگرد تیمارستان. خورو تصویر برم کن